رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند زمانی که بنده گناه میکند، یک گناه کرد، در دلش ذره نقطه سیاهی داخته می شود. دو گناه کرد، اون نقطه زیاد شدن میگیرد. و مثلی که خمیر میکنن، نان تیار میکنن، قبل از اینکه او را به دیگدان بپزن او را مخبرش میزنن. مخبر دیده، خیلی مخبرش میزنن. همون خیلی در دلش دیگر مخبر زیاد شدن میگیرد، دل سیاه میشود. وقتی که دل انسان سیاه که شد، اون دیگر ترحم نمیکند. برای این خاطر حضرت ابی ایوب چی گفتن؟ حلال نیست برای مسلمان اینکه از سه روز زیاد با برادرش قهر بکند. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال. از 3 شبانه 3 روز زیاد قهر کردن این درست نیست گفتن.